إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. مرحله دیگری از داستان یوسف علیه السلام شروع شد بعد از اینکه تعبیر خواب در زندان خصوصا خواب پاچا را بیان کرد. زمانی که رفیق زندانی یوسف علیه السلام پس رجوع کرد به پاچا و حالات بیان کرد، خواب آنقدر موزون و سنجیده بود که کلگی را در تعجب آورد، به خاطر که نه تنها که تعبیر خواب کرده بلکه برنامه آینده را که چه قسم انسان میتونه خود از اینمی یک طوفان و از یک حادثه ناگوار نجات داده میتونه، ای را علاجش بیان کرد یوسف علیه السلام. از امو خاطر پادشاه دیستی فهمید که این آدم زندانی نیست، قابل زندان نیست و نه شخص غلام است، بلکه شخصیت خیلی متمایز و بزرگ است، به خاطر که این تعبیر و این تفسیر از این طور کسایی که غلام باشه هیچ امکان نداره. از امو خاطر است زود اعلان کرد، گفت که الا یوسف علیه السلام بیاری برما. در اینجا از او خاطر آلی یوسف علیه السلام آیا قبول میکنه یک کسی که سالها در زندان تیر کرده باشه، رنج و مشقت زیاد دیده باشه و همچنان دنیای بیرون ندیده باشه، وقتی که برش بشارت خلاص شدن میده بدون درنگ زود چی میشد میبرامد. پیغمبر علیه السلام هم امی چی را گفته در حدیث که آفرین به صبر و حلم یوسف علیه السلام، اگر برما اینطور بشیر می آمد و مرا خبر میداد که الا تو آزاد هستی دیگه من یک لحظه باقی نمیماندم. اما یوسف علیه السلام است که با کمال متانت و با کمال حوصله مندی نمیخواه که همینطور بیرون شوه از زندان. این را میگه اختلاف در اجتهاد پیغمبر علیه السلام ای بوده که هر چی زودتر از زندان آدم بیرون شوه و دعوت توحید ادامه بده، یک لحظه باید آدم این چیز تا همونطور تیر نکنه. اما اجتهاد یوسف علیه السلام ای بوده که نه، اگر من برای ما و در حالی که متهم به این طور مسائل باشم گپ ما مؤثر سری مردم تمام نمیشه، از امو خاطر تا وقتی که تثبیت براءت ما شوه در انظار مردم و بعد از او گپ مؤثر قرار بگیره، از امو خاطر است که نمیپذیره. از اینجاست که یک درس عظیم برای ما داده میشه، شخصیت نگاه کردن و شخصیت بری ساختن این بسیار امر مهم است. از امو خاطر است هر عالمی که زیر اتهام وارد میشه ولو هر نوع اتهام باشه این دعوتش بسیار نقصان و مانع بزرگ پیدا میشه. از امو خاطر است کوشش بکنه در تمام مراحل زندگی خود مورد اتهام قرار نگیره، از هیچ ناحیه، خصوص از ناحیه عفت و پاکدامنیش، از ناحیه تقوا و دلسوزیش از این نگاه باید لکدار نشوه. چرا که یوسف علیه السلام با وصف که خیلی رنج دیده باید زود تکد از زندان میبرامد و اوجا باز گپای خود مستقیم با امر پاچا تو بالا میکرد، اما این امر او قدر حیبت سری پاچام نمینداخت و شخصیت یوسف علیه السلام هم قدر برجسته نمیشد. یوسف علیه السلام فهمید که وقتی با پاچای گپ گفته شود پاچا حتما چیستا متوجه میشه. یک موضوعی بود. دوم موضوع، یوسف علیه السلام در ضمن ازی که نمیرد به خاطر که شخصیت ازی بالکل تثبیت شود براءتش به انظار مردم، یک نوع تنبیه و آگاهی در امی پاچا هم میده که یک نظام الله متعال است که همه حالات و همه جزیات و همه کلیات برش واضح است. هیچ بنده از او هیچ عملی را انجام نمیده مگر الله سرش رقیب است، الله میبینه. ولی یکی پاچایی جهانی است، با وصفی که پاچای مصر خود عادل فکر میکرد. آل یوسف علیه السلام در حقیقت تعریض میکنه که عجیب پاچایی و عجیب ملکیت، عجیب که تو حتی از یک زندانی خبر نداری که آیا باید چیستا جرم بندی شده یا بدون جرم. از امو خاطر پاچا اونجا درک کرد. به مجرد پس روان کردن یوسف علیه السلام امین نفره که من نمیبرایم تا وقتی که گپا تصفیه نشوه، او فهمید که ما در اینجا خطا شدیم و ظلم از پیشم صورت گرفته. این نمیسته که همیشه پاکی و نزاهت مخصوص الله متعال است. انسان ها خیلی زیاد چی میشه؟ ظالم واقع میشه، گناه میکنه در حالی که هیچ معلوماتی هم نداشته باشه. این تنها دین اسلام است
که بررسی حالات زندانی ها را بسیار مهم گرفته. اینطور نیست که یک کسی زندانی شود بالکل نعوذ بالله انسانیتش فلج شود. با تاسف که امروز در جهان امی سردمدارای حقوق بشر که لاف عظیم میزنه که عدالت قایم شود، امنیت بیا، اولین متعرضین و متعدیین بالای زندانیا امیسته که حتی حقوق انسانی شان مراعات نمیکنه. انداختن از یا را با سگها نعوذ بالله، لچ نگاه کردن از یا، قسم قسم اعمال شاقر سر از انجام دادن. هیچ گپی نیست که این طاغوتا و این معتدین سر زندانیا نکرده باشه، ولو که دشمن سرسخت انسان باشه، اما کرامت انسانی در لحاظ گرفته میشه. ما تعجب و تاسف به این میکنم که یک تعداد مردم چرا فرفته همچو قانونای غلط و همچو بیدینی ها شده که دامن از واره محکم گرفته پشتیبانی از واره میکنه، در حالی که ظلم و زیادت و تجاوز این دنیای کفر و طاغوتی در سراسر جهان در یک مملکت هم پوشیده نیست که مسلمان ها را به کدام انواع تعذیب میدن. اما مشکلی است که مسلمان ها چرا قطع از استاد است، برایشان میدان میده، برایشان بحر اجازه میده، خطوط هواییش اجازه میده، کاروانایش اجازه میده، مداخلهش اجازه میده، همه گپایش اجازه میده. از همون خاطر است که حکومت ها در رأسش که همین مردم ها قرار داره و همیشه غلام نعوذ بالله دنیای مستبد باقی مانده، یا در روز قیامت با جز از اینمی جنایات به نزد الله جواب میده. چرا؟ به خاطری که به اجازه دادن از یا راه برای ظلم کردن از و پیاده کردن نقشه های شومیشان بالای مسلمان ها باز شده. همیشه مسلمان ها را میبینی رقم شکنجه میشه. قرآن کریم اینجا اشاره به این میکنه که اینمی پاچا با وصفی که اینی قدر خود عادل تلقی میکرد، اما نفر بیگناه را در زندان انداخته چندین سال و سرنوشتشان معلوم نشده، کسی پرسان نکرده. علت چی بوده؟ علت ای بوده که ایره عزیز مصر که یکی از وزرای پاچا بوده ای کار کرده. با تاسف که فعلا هم در دولت ما هوب به هو امی مرحله وجود داره. هر کس زورمند و قدرت والا هست، محکمه از او جداست، او محکمه میکنه، او خلاص میکنه، او بندی میکنه. اینجا این محاکم دیگه که برای بررسی قضایی است هیچ حیثیتی نداره. فقط این قوانین سری مردمای کمزور، مردمایی که فقیر است، مستضعف است، مسکین است، سری از یاد تطبیق میشه. زورمندا گاهی در زیر قانون و محکمه نآمده و نمیآید. الله متعال سیست که دنیا یک چند روز تیر میشه، اما به الله معلوم است. یوسف علیه السلام در ضمن سخنهای خود به این نکته اشاره کرده. کسی که عقیده داشته باشه الله را بشناسه، آخرت را بشناسه، باز این نکته برش خیلی چیست تنبیه و آگاهی است. و قال الملك اتوني به، گفت پادشاه الا بیاری اینطور آدم، اینطور شخصیت در زندان است. خواب اینطوری تعبیر کردن، جز علایده، نه تنها خواب تعبیر کرده، برنامه یک نجات از یک حادثه و طوفان بزرگی که انسان در حیرت میندازه و حتی دست و پاچه میسازه انسان، همونطور برنامه علاجی از او بر ما بیان کرده. این آدم، این شخصیتی نیست که باید غلام باشه، این شخصیتی است که بسیار ممتاز است. از همون خاطر است پادشاه اگر ظالم هم است، اما زمانی که کمال یوسف علیه السلام، برتری و حمانت یوسف علیه السلام برش معلوم میشه، دستی طلب میکنه. امروز است که کسایی را مردم میشناسه که این اهلیتی وظیفه را داره، او را منفک میکنه، در جایش چوپان مقرر میکنه. امروز از ادارات دولتی کلش اینمی رقم است. اینجا اهلیت اعتبار نداره، قرابت اعتبار داره، دوستی اعتبار داره، رشوت اعتبار داره، پول حاکمیت میکنه. خیر و خلاص، الله رحم بکنه. فلما جاءه الرسول، هرگاه که قاصدی پاچا پیش یوسف علیه السلام آمد، قال ارجع الی ربک، پاچا امو چی که داره نه همیشه خود ذلیل نمیکنه، خود پایین نمیاره، امو مرحله خود حفظ میکنه، برو فلانی را برم بیار. لیکن یوسف علیه السلام هم شخصیتی است که با پاچا درس میده. قال ارجع الی ربک، برش گفت برو به مو مالکت پس بگو، امو کسی که باداریت است و تو قاصد و نوکرش هستی، بری ازو بگو، فاسأله، از پیشش سوال بکو، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، چیست حالی او زنانی که دستای خود خواب تا استخوان قطع کرده. از حالات از واقعی داره. منظور یوسف علیه السلام میگه که پاچا در حالی که واقعی است که خیلی شهرت پیدا میکنه، تو از این طور واقعه آگاهی نداری. چطور در مسند پاچایی نشسته هستی که اینطور نعوذ بالله ظلم سری زندانی ها میشه و تو آگاهی نداری. لیکن ببینه یوسف علیه السلام با وصفی که امی قدر جنایت از زلیخا در مقابل یوسف علیه السلام کرده، بازم پاسداری چند روزی که در خانه از او زندگی کرده،
اکرام عزت یوسف علیه السلام کرده، همین نام زلیخا را نمیاره. امرأة العزیز نمیگه، میگه حال زنانی که دستای خود قطع کرده. از امو خاطر زلیخا وقتی یک پیام یوسف علیه السلام آگاه میشه، خبر میشه، یک دم امو چیستا وجدان شیر ملامت میکنه که یوسف بیبی دمی طور حالتم با اینمی قدر جنایت بازم لحاظی تو را داره. از امو خاطر است که در میدان اعلان حقیقت بالکل وجدان او را ملامت میکنه، فریاد میزنه که من گناهگار هستم و این آدم پاک است. اینی را مردم میگه چی؟ لحاظداری. یک روز دو روز با کسی تو آشنا میشی، نانش میخوری، نمکش میخوری، باز اظهار میکنی، خود معرفی میکنی که من دلسوز و خیلی آدمی نیک هستم، اما نعوذ بالله باز امی آدم تو دگیری ظالما میدی به خاطر از اینکه کل سرنوشت زندگیش خراب شوه. تو چطور؟ یوسف علیه السلام تا این اندازه را برای چند مدتی که زلیخا اکرام و عزت کرده، همین جنابش نگرفته در پیش پاچا، بلکه گفته حال زنا چطور است. ان ربی بکیدهن علیم. بله، یکی تو پاچاستی، انسانی عاجز استی که معلومات کافی نداری حتی در دایره حکمتت. یکی الله متعال است. الله متعال یک مسئله و یک امر جزئی نیست که به الله معلوم نباشه. از خاطر میگه این ربی بکیدهن علیم، پروردگار ما به او سازشی که یاد داشتن، پلان و طرحی که وا کرده بودن، مکمل علم داره که چی حالات گذشته و چی کارا میشه. قال ما خطبکن. پاچا فهمید زمانی که اعزاز نفسی یوسف علیه السلام فهمید، همتی از زیر فهمید، حوصله افزایی از زیر فهمید که این شخصیت بسیار شخصیت عالی است. مردما که از بندیخانه مزی آوازه برش میرسه، زود در تلاش است که زود در اقارب برسم، و این مردکه قرار نشسته است با حوصله کلان. عجیب است. حتما این آدم خیلی برتر است. از همون خاطر قبل از اینکه یوسف علیه السلام حاضر بکنه، زنا را طلب میکنه. قال ما خطبکن. خطب امر حادثه بزرگ میگه. زمانی که ملائکه آمده بود برای هلاکت قوم لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام همون ملائکه گفت فما خطبکم یا ایها المرسلون. خطبکم، هر کسی که دنبال یک امر عظیم و حادثه بزرگ باشه او را خطب میگه. این جمع گپ یا مسئله که زنا میمان شده و دستا را بریده، این گپ عادی نیست. چطور در میمانی یک کسی دست خدا ببره؟ عجیب نیست؟ قال ما خطبکن. گفت پاچا بری زنا چیست حالات شما؟ از راوتتن، در آن وقتی که مراوده کردی شما پلان گذاری ها کرده بودی، نقشه ها را طرح می کردی یوسف در مورد یوسف علیه السلام عن نفسی، در مورد نفسش شما هم شریک شده بودی قتل زلیخا. اگر به خودتان نمی رسید برای از یک کمی کوشش می کردی. چطور گپ بود؟ قلنا حاش لله. گفتن و ای پاکی برای یک الله هست. چی مانا؟ یعنی پاکیست برای الله که اینطور نزاهت و اینطور پاکی را نصیب یوسف علیه السلام کرده، با وصفی که تمام وسائل برای نعوذ بالله واقع شدن زنا برش مهیاست. دروازه ها بسته میشه، زن خود مطالبه میکنه و کسی هم هست که بالکل امرش کار میکنه، چرا که او غلام است، بادار است. زنا هم برش تشویق و ترغیب میده. در این مورد این کل گپا با هم جمع شده، اما یوسف علیه السلام نفس خدا نگاه کرده. از او خاطر میگه ما علمنا علیه من سوء. ما علم نداریم بالای از هیچ نوع بدیره، ما نداریم علم او در حقیقت بد است یا نه. شما فکرتان باشه امی زنا این قدر معلومات داره که شخصیت کسی را دستی نمیگه که ما بگویه که بلی پاک است، میگه ما علم نداریم. زمانی که تزکیه کسی را میکنه اینمی رقم میگه که در علم ما سرش چیز ندیدیم. از بریره رضی الله عنها که وقتی پیغمبر علیه السلام در مورد مادر مومنه عایشه رضی الله عنها سوال کرد، گفت چی میگی در حق عایشه؟ گفت ما این نوع بدی را در علم خود در این ندیدیم. یعنی در واقعیت و در نفس الامر به الله معلوم است. این حقیقتی است که الله میدانه. ما چی؟ ما ظاهری مردم مراقبت میکنیم، در ظاهر چیزی را ما ندیدیم سرش. از همون خاطر وقتی از یک مرجع و مرکز کسی تزکیه میشه، امی رقم نحسبه کذالک، ما گمان نمیطور داریم. و اصل سرائر و حقیقت به کی معلوم است؟ الله متعال. و ما مکلف به ظاهر هستیم، به باطن کسی ما گاهی هم نرسیده میتونیم، نه حقیقت معلوم کرده میتونیم شخصیت یک کسی چی رقم است. اما زنا براءت یوسف علیه السلام شاهدی دادن. قالت امرأة العزیز الان. وقتی زنای گپا را گفت، آل دیگه راعیل یا زلیخا فهمید. اینجا چرا راعیل یا زلیخا امی کارا را میکنه؟ از دو وجه. یک وجه است
بس اوقات است که انسان وقتی خیلی تکر میکنه، تصادم میکنه به یک امر، یک دم انسان به هوش بیدار میشه، نمیفهمه تا وقته. از امو خاطر بس حوادث اینطور است که انسان بسیار تربیت میده، بسیار هوشیار میسازه، بسیار بیدار میسازه. از امو خاطر است روزگاری که در زندگی انسان پیش میاد روزگاری خراب، این همیشه بد نمی باشه. بس اوقات آنقدر مفید می باشه که پرسان نکو، تو را تنبیه میده. هزاران دفعه تو تکر خوردی، 1000 دفعه نعوذ بالله تو گناه کردی، معصیت میکنی، زنا میکنی، کارهای غلط میکنی، تکر 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 تکر، کمی که قریب افشا شوی، کمی که قریب افشا شوی، الله متعال افشای مکمل نکرده تا، تو را تنبیه بده الله متعال که ای مردکه آبرو تحفظ بکو. الله این قدر غفار ذات است، این طور ستار ذات است، پر ستیر است، پرده را سری تو انداخته و تو را افشا نمیکنه. و تو بدبخت، تو بنده نعوذ بالله بی حیا بازم به میتور اعمال مراجعه میکنی، فکر تا بگیری که باز اینطور میشی. این به انسان تنبیه میده، آگاه میسازه انسانه که و انسان فکر تا بگیری. ما که یک کمی سختی سر ما بیا، تو میگی قدر پاک هستیم، معصوم هستیم، میگیم چرا دعای ما قبول نمیشه، چرا اینطور نمیشه؟ تو کدام عبادت الله را درست کردی؟ مرحله زندگی تا یک دفعه در ذهنت بیار، چه کارایی در زندگیت نکرده ای؟ کدام کار است؟ کدام عبادت الله را درست کردی؟ بعضی دیگه وقتا نماز فرض از پیش رفته، امروز 2 رکعت نفل خواندی، بالا سعی داری که چرا وحی سرم نمیاد؟ تو خود فرایض ترک کرده، تو خود دیگه اسلام هیچ عملی نکرده. یک بچه قمارباز شرابی یک روز 2 رکعت نفل میخونه، میگه چرا سوالم قبول نمیشه؟ اون سوالش چیست؟ که فلانی دختر نصیبم شوه، این سوالش است. یا دختر همین قسم که سالا بی حجاب، نه فرض خوانده، نه رعایت هیچ چیز نکرده، یک روز 2 رکعت نفل میخونه، باز میگه که سوالم قبول نمیشه، چرا بچه را میخواه؟ برادر سوالی توی توری قبول نمیشه، همین طور نیست. تو یک کمی فکر بکو در این مورد. زلیخا با وصفی که مشرک بودن اما الله را میشناختن، از ظاهر قرآن کریم معلوم میشه که پاچای مصر زلیخا یا کلش یا مشرک بودن اما سری الله عقیده داشتن. از همون خاطر اینجا اعتراف میکنه. زلیخا بیدار شد، زلیخا حقیقت درک کرد که آیا اینمی حالات ما برای ما چی درس میده. فهمید، درک کرد که ما سخت خطا شده، وجدانش ملامتش کرد که یوسف بیبی لحاظداری و احترام و عزتمندی ازی به اندازه است که حتی در پیش پاچا نام تو را ذکر نکرده، این گپا را نگفته. و تو را بیبی که در مقابلش چی جفایی نبوده که نکردی، دعوت به سوی معصیت و بعد از او در زندان انداختن، این جرم کدام طرف میکنی؟ از او خاطر اعتراف میکنه. قالت امرأة العزیز الان، گفت زنی عزیز آلی حس الحق، ظاهر شد، ویدا شد چی؟ حق. بله، حق عالی واضح شد که حق چیست؟ چیزی که ثابت در نفس الامر است، در خارج است، واقعیت چی رقم است، عالی واضح شد. چرا؟ انا راودته عن نفسی، من مراوده کرده بودم، بسیار چلا و فریبا سخنان که را در دام گیر کنم در مورد نفس یوسف علیه السلام من مراوده کرده بودم. لیکن و انه لمن الصادقین، جمله اسمیه ان لام برای تاکید، این کلش برای تاکیدات صداقت یوسف علیه السلام است. و انه لمن الصادقین، یقینا یوسف علیه السلام از جمله اعلالم بر صادق است، ای راستکار است در سخن خود، راست است در سخن خود، راست است در کار و عمل خود، همه چیز یوسف علیه السلام راست است. از راستی یوسف علیه السلام زلیخا متاثر شده، اعمال یوسف علیه السلام تاثیر انداخته بالای زلیخا که حالی مجبور است اعتراف بکنه و از این جرم خود توبه بکنه. این گپ عادی نیست، در ملأ عام چو گپا را پیش کردن. ذالک، دو تفسیر است در اینجا، یک تفسیر راجع، اول تفسیر راجع گپای زلیخاست. ذالک، ای اقراری براءت یوسف علیه السلام و آلوده ساختن نفس خود، نسبت کردن جنایت به نفس خود به خاطر عزیز، لیعلم که بدانه یوسف علیه السلام انی لم اخنه که من خیانت نکردم در مورد یوسف علیه السلام بالغیب در نابودنش. امیالی در پیش پاچا و در پیش محکمه آمدیم، اما یوسف علیه السلام بعد بدانه که من اینجا خیانت در حقش نکردم، چیزی که واقعیت است اعتراف کرد. یکی دوم است که عقیده به الله داره و ان الله لا یهدی کید الخائنین، یقینا الله متعال هدایت نمیکنه، در مقصد نمیرسانه. کید الخائنین، نقشه ها و پلان های کسایی که خیانتکار است. من نتیجه گرفتم از این زندگی که کسی خائن است هیچ نقشش چی نمیشه، در مقصد و مراد نمیرسه، مشرک است اما الله را میشناسه. این گپ زلیخا میزه.
و ما ابری نفسی. یا گپی زلیخاست، ما براعت نمیدم نفسی خدا، این النفس لامارة بسوء، یقینا نفس همیشه امر میکنه به بدی، الا ما رحم ربی، مگر آن چیزی را که ربی ما رحم کرده باشه. این ربی یقینا پروردگار مغفور، خیلی مهربان، رحیم رحم کننده است بالای کسی که الله بخواه. الله که بخواه بس سری کسی رحم میکنه. این گپا قول راجح است که از اقوال زلیخاست یا راعیل که زن عزیز مصر است و این گپا را گفته. ظاهر قرآن همینطور شاهدی میده. از عزیز مصر معلوم شده بود که هم عقیده به الله داشته. از پاچان معلوم میشه که عقیده به الله داره اما مشرک هستن. از همون خاطر یوسف علیه السلام دعوت به توحید داده بود که الله نعمت بزرگ عظیم توحید سری مردم کرده، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم نمیدانه حقیقت و قدری امی نعمت. از همون خاطر باز میبینی که در شرک مبتلا است. دوم تفسیر، ذالک لیعلم، ایره قولی یوسف علیه السلام میدانه. یوسف علیه السلام او قول راجع به خاطری بود که یوسف علیه السلام تاج حاضر نشده و ظاهر کل سلسله گپای خودی امی زن عزیزی مصر است. در بین اینجا مجبور است تقدیر بکشی. یوسف علیه السلام حاضر شد و پیش پاچا بعد از او گفت که من این کارا را نکردم، سرم تهمت لگانده شده، به ناحق در زندان افتادم. اولی ذالک لیعلم، این گپا را به خاطر هرچی مطالبه زور بود، هرچی سرم فشار زیاد بود و بندیخانه را پذیرفتم لیکن او کارا نکردم. به خاطر چی نکردم؟ لیعلم، که بدانه الله متعال انی لم اخنه بالغیب، که ما خیانت نکردم در دعوت الله، در دین و نظام الله، بالغیب در حالت پرده. هیچ در حالت پرده مخالفت نظام الله را نکردم، حکم الله را در نظر گرفته، در زنا واقع نکردم. خدا چرا؟ و این را به خاطر نکردم. و ان الله، میدانستم که الله متعال لا یهدی کید الخائنین، کسی که خیانت بکنه نقشش، مقصدش، منزلش در هدف نمیرسه قطعا. و مخو دو خانه تربیه شده بودم. این یک توجیه. دوم توجیه دی لیعلمه، که بدانه عزیز مصر انی لم اخنه، که من خیانت نکردم از عزیز مصر بالغیب، در حالت نبودنش همراه اهلش، چرا که آب و نمک از او را خورده بودم. در روز اول که به زن خود گفته بود که اکرمی مثواه، امی قدر سخن بر ما کفایت میکرد که به زن خود دستور داده بود که عزتمند و گرامی دار جای باشه یوسف علیه السلام. از او خاطر این نکته را فراموش نمیکردم. عجیب درس است.